салом бинандагони азиз, ман Хиромон Бақозода нашри барномаи ахбори озодиро аз рӯзи 16 сентябр тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. дар ҳоле ки муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон тавсеа ёфтааст, ҳайатҳои ҳукуматҳои ду кишвар гуфтанд, ки дар мавриди оташбас ба мувофиқа расиданд. нооромӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дар ҳошияи нишасти сарони кишварҳо дар Бишкек ҳам баррасӣ шуд. ноҳияи Восе як марзбони дар муноқишаи ахири сарҳадии Тоҷикистону Қирғизистон кушта шуда ба хок супурда шуд. солдати беҳинар имомае о бачаи камон дар дустат ҳинар накади паруnie. мақомоти Тоҷикистон ва Қирғизистон оташбас эълон карданд. қарор шуд имрӯз соати 4 бегоҳ ба вақти маҳаллӣ ҳама гуна амалиёти ҳарбии ду ҷониб боздошта шавад. ин дар ҳолест ки 16 сентябр ҳар ду тараф гуфтанд дар 5 минтақаи марзи муштарак даргириҳо ба амал омад. марзбонони Тоҷикистон мегӯянд ҳамларо аввал сарҳадбонони Қирғизистон оғоз карданд. Бишкек мегӯяд низомиёни тоҷик ба чанд дидбонгоҳи марзии ин кишвар ҳамла бурданд. расонаҳои гуногун аз ҳалокати ду шаҳрванди Тоҷикистон хабар медиҳанд. тарафи Қирғизистон мегӯяд шумори захмиёнаш ба 42 нафар расидааст. воқеаҳоеро ки имрӯз рух доданд ҳамкорам Барот Юсуфӣ нақл мекунад. садои тиру тӯб дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон дубора баланд шуд. дар баъзе аз гӯшаҳо дуд ба ҳаво печид. душанбе ва Бишкек якдигарро ба оғози ҳамла бо ҳар нав силоҳ ба қаламрави худ дар Исфара ва Ботканд гунаҳгор карданд. оҷонсии Reuters хабар дод, ки дар ҷанги 16 сентябр як сокини Исфара кушта шуд. ҷониби Қирғизистон аз захмӣ шудани 31 низомӣ ва афроди мулкӣ дар Ботканд хабар дод. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت طرفدار طریق آسایشته و با راه‌های دیپلماتی حل کردن قضیه است و ادعا کرد که بیشکک پیشنهاد آتشبس را نمی‌پذیرد. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان برعکس این را گفت و با ادعای عملهای غیرقانونی و تخریبکارانه به سفیر تاجیکستان در بیشکک نوتای اعتراضی داد. در حالی که جنگ لفظی مقامات دو کشور ادامه دارد، ساکنان در اسفره میگویند تیرپرانی هنوز بس نشده است. برعکس با گفته آنها مقیاس زد و خورد وسیع‌تر می شود. مقامات قرقیزستان گفتند ساکنان منطقه‌های نزدیک مرزی را به جای امن می‌کوچانند. تاجیکستان در این موضوع چیزی نگفته است، ولی در بعضی نوارها مردم از نقطه‌های درگیری به جای آرام‌تر می‌روند. زد و خورد نو در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعد 2 روز تیرپرانی بین بودکند و اسفره سر زد. در آن حادثه 2 مرزبان تاجیک کشته و از هر دو جانب چندین نفر زخمی شدند. جنجال بر اثر قطعه‌های نامعین سرحد است که تاجیکستان و قرقیزستان خود را صاحب آن می‌شمارند، ولی سالها باز به سازش نمی‌رسند. سرحدی که سالها بین دو کشور باز و یک راه مهمی واردات و صادرات مال بود، ولی بیش از 1 سال باز بسته است. مقامات در تاجیکستان گفتند که مناقشه در تمام طول مرز با قرقیزستان در شمال این کشور جریان دارد و حالا همکاری ما فرزان محمدی از وضع در دهه خیسته ورزی ناحیه باباجان غفورов گزارش می‌دهد که با ناحیه لیلکی قرقیزستان هم مرز است. من در مرز تاجیکستان و قرقیزستان واقع در جماعت خیسته ورزی ناحیه باباجان غفورov هم سرحد با دهه‌های بوربوردوک و ارقه ناحیه لیلک قرار دارد. در این منطقه از صبح صدای تیر و توپ شنیده می شود و در هوا دود خفز و آتش پدیدار می گردد. تا چند لحظه پیش صدای مناقشه مسلحانه تست شنیده می شد، ولی بیشتر از 1 ساعت است که آن کم شده است. اما احتمال دوباره علنگ گرفتن درگیری نیز در میان است. بسیاری ها وضعیت را به رویدادهای ماه اپریل سال 2021 مانند می کنند، اما به نظر می رسد که این بار حجم درگیری ها فراختر است. به احتمال گسترش نزاع این چیز دلالت می‌کند. طور مشاهده می‌کنید نظامیان تاجیک و محل مناقشه زود روان می‌کنند. از بین این منطقه مرزی راهی اساسی به سمت اسفره می‌گذرد و ساعت هاست که بسته باقی مانده است. درباره زیان و خسارات‌ها در ناحیه باباجان غفورov تا حال اطلاعی نیست، چون که حادثه لحظه به لحظه تغییر یافته ایستاده است. ساکنان در صحبت‌های حضوری گفتند که در دهه بوربوردوک قرقیزستان تقریبا اهالی نمانده است و تاجیک تباران و قرقیزها به منطقه بیخوف خانه و در خود را مانده رفتند. با این وجود در اطراف این جماعت ساکنان دیگر کارهای خود را کنار گذاشته انتظار ختم جنگ هستند.
و تفصیلات رویدادهای اخیری مرز با قرقیزستان را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. حالا توجه کنید به یک آگهی مهم. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید. در سمرقند امروز جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شد و قرار است در پایان آن 40 سند امضا شود. جمهوری اسلامی ایران عضو نو و بلاروس خواستار عضویت در این سازمان پذیرفته شد و این سازمان زیر نظر چین و روسیه عمل می‌کند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که از پایان ماه فوریه به ضد اوکراین جنگ بی اساس را شروع کرده، کشورش مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفته است، خطاب از منبر نشست گفت روسیه آماده است بیش از 300,000 تن مواد مینرالی را که در بندرهای اروپایی درمانده‌اند و کشورهای در حال رشد فراهم کند، به شرطی که گفت اروپا تحریم‌ها را بکار کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در سخنرانیش به وضع افغانستان و تهدیدهای امنیتی مراجعت کرد. امامعلی رحمان به تمایل خطرناک گسترش ایدئولوژی رادیکالیسم دینی و افراطگرایی و افزایش حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان اظهار نگرانی کرده است. جزئیات دیگری جلسه سران در سمرقند را از همکارم در تلویزیون نسته شوریم جیبک بیگالی و میشنویم که با او پیش از برنامه در تماس شدیم و ما از او پرسیدیم که آیا فضای جلسه را در عموم چگونه تصویر میکند؟ همین لحظه ها جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با شرکت چند رهبری کشورهای منطقه ادامه دارد، ولی چنین به نظر می رسد که همین لحظه ها موضوع اساسی بحث هیچ ربطی به برنامه کاری جلسه ندارد. بسیار خبرنگارانی را که برای پوشش جلسه جمع شدند یک سوال تشویش می‌دهد که آیا رهبران قرقیزستان و تاجیکستان با هم گفتگو می‌کنند یا نه. وضع در سرحد این دو کشور صبح امروز یک بار متشنج شد. خبرها درباره استفاده فناوری‌های سنگین نظامی و هوایی می‌رسند، ولی هیچ یک نماینده رسمی هیئت‌های قرقیزستان یا تاجیکستان این وضعیت را شرح نمی‌دهند. در سخنرانیش پرزیدنت قرقیزستان سودیر جابوروف هیچ سخنی درباره نزاع در مرز به زبان نآورد، ولی به اطلاع وزارت کارهای خارجه قرقیزستان وضع مرز در گفتگوی دو وزیر مطرح شده است. جانب قرقیزستان میگوید که حل صرف دیپلماتی این مسئله را ضرور میشمارد. چندی پیش معلوم شد که پیش از شروع جلسه وسیع پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین کوتاه دیدار و گفتگو کرده است و بعد این پوتین به وزیر کارهای خارجه در نزدش نشسته سرگئی لاوروف مراجعت نمود. جلسه سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای بعد جلسه وسیع خاتمه می‌یابد و رهبری دوره این سازمان از ازبکستان به هند می‌گذرد. تشکر جیبک بیگالی و بود. و چند خبر دیگر از این جلسه. ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در سخنرانیش در جلسه سازمان همکاری‌های شانگهای هم با اشاره به مشکلات کشورش در ساحه بین المللی بانک و مالیات گفته است تجارت آزاد مال و محصولات میان کشورهای عضو این سازمان به گفته‌اش باید توسعه یابد. این کشور هم با سبب برنامه بحث برانگیز هسته‌ایش مورد تحریم‌های غرب قرار دارد. جانمین دبیر کل این سازمان به ضرورت مقاومت به مداخله خارجی تاکید کرده است. دیپلمات چینی گفته است که برابر با اعتماد و همکاری بین همدیگری تقویت وحدت و همکاری بین کشورهای عضو در قبال تحولات بین المللی نباید فراموش شود. بیننده گرامی، آنگونه که خبر داره دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیتش را در قلمرو آن کشور ممنوع ساخت. همکاران ما در برنامه گپی آزاد همین مسئله را این هفته با عبدالرحیم کریموف استاد دانشکده اسلامی تاجیکستان و عبدالستار بابویف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی به بحث کشیدند. حالا پاره از این برنامه را با هم می‌بینیم. ممنوع اعلان شدن حزب نهضت در قلمرو روسیه چی پیامدی خواهد داشت؟ جناب عبدالرحیم، شما میخواستم نظرتون رو میگفتید. قرار دادگاه فایده داره به هم داخلی روسیه هم به خارجش، با بسیارتر به مردمی که در همون فدراسیون روسیه ای تاجیکستان زندگی میکنن و اینها قربانی میخواستن بکنن. ما گوش میکردم بسیار قطعی نهضت اسلامی ممنوع، تروریست، اکستریمیست، بسیار تاجیکای بیچاره
گولزده فریب خورده تلفنی گپ میزدن همونها همش قربان میشدن نیست نابود میشدن میرفتن ایرا من نه ایرا من نه ایرا ما شاید ابزاتور معین کنه نمیتونیم ایرا تفتیشات راسته معین میکنه. تشکر زیاد ابزاتور بابایف شما چی میگوین مرحمت؟ خب ببینید این پیام واقعا هم پیام بد و این قراره که امروز دادسرای عالی کشور فدراسیون راسته قرار قبول کرد این یک برای مردم بخصوص مهاجران مظلومه که همه روزا اونا تحت تعقیب و فشار پلیس روسیه قرار میگیرن و زیادتر میشود و مردم خب از دیروز تا امروز با ما هجوم کرده تلفن میکنند که بالای کشور همه مردم ما بار دیگر میگیم که ما در کشور فدراسیون در مدت این 6-7 سالی که در مهاجرت هستیم نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ فعالیتی نداشت ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان از بودجه دولت از مردم پول مصرف میکرد و مردمی که مبارزان را نوابسته از آن که آنها اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند مثل کرامت شریفوف، ایزد امان و دیگران را استرداد کردند روان کردند. در تاجیکستان ما دیدیم که بعضی ها به طریق مرموز کرامت شریف کشته شد و خود ایزد امان روانه زندان شد. این سری مردمی است. برنامه گپی آزاد فردا ساعت 12 به وقت مسکو و ساعت 13 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو نشر می شود. یک مرزبان 23 ساله تاجیک را که هنگامی درگیری در مرز کشور با قرقیزستان روز 14 سپتامبر کشته شد در زادگاهش در ناحیه واسع ولایت ختلان دفن کردند. پیوندانش گفتند سفرعلی حسن 23 ساله بود و باید تا چند روز دیگر خدمت را در ارتش به پایان می رساند. همکار ما محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد. این ناله بیبی سفرعلی حسن مرزبان است که روز 14 سپتامبر در مرز با قرقیزستان کشته شد. مرگ سفرعلی منزل پدری او را ماتمخانه کرده است. سفرعلی فرزند کلانی خاندان حسن دولتوف بوده است. او بچه سلداتی به هنر مومایه او بچه کمون در دستت هنر نکدی بپرونیه او بچه که پروندن توقی در زیر خوکیه او بچه یمو پزیدگاه بچه ما می اومد به خدایه. سفرعلی حسن را که 23 سال عمر دید از 5 سالگی پس از جدا شدن پدر و مادرش همین بیبیش کلان کرده است. وی سال گذشته دانشگاه بختر را ختم کرد و به خدمت حربی رفت. بیبی سفرعلی میگوید 3 روز پیش با نبیرش تلفنی گپ زده بود. سفرعلی به بیبیش گفته است که 2 هفته پس برمیگردد و در فکر عروسی می شود. حالا خانواده‌اش میگویند که شاه پسر آنها این آرزو را به خاک برد. این 5 سال شده انستیتوت قرآن خوند بود کرد همینجا اومد همینجا یک همه وره استاد بعد همینجا پوزکش دادم بودمش. از مرگ سفرعلی حسن اولین شده پدر خبر یافته است. شامگاه 14 سپتامبر به او خبر دادند که فرزندش در مرز کشته شده است. آن هم زمانی که می بایست به زودی برمیگشت. تجربه یک درد می‌داشت که کم شده است خدمت شروع تیر از طرف راست به بدن سفرعلی رسیده از پشت برآمده است. معلوم نیست چرا سرباز جوشن یا برنجلت نداشته است. درگیری مرزی روز 14 سپتامبر در بین مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داده. در آن 2 مرزبان تاجیک سفرعلی حسن و اصلا منیقولا کشته 11 نفر دیگر مجروح شده اند. و یک خبر دیگر سازمان عفو بین الملل قتل چند عضو بازداشت شده جبهه مقاومت ملی را از طرف طالبان در پنجشیر تصدیق کرد. نوار و عکس ها بیانگر نقض آشکار قانون های انسان دوستانه بین المللی از طرف طالبان در افغانستان است، نوشتند مسئولان سازمان در توییتر. عفو بین الملل در تحقیقات دیگر معلوم کرده است که جنگجویان طالبان برقصدانه با قلمروهای قومی در ولایت غور افغانستان 6 ساکن هزاره را کشتند. برنامه انجام یافت. خداحافظ.